اینجا که بودم در رابطه با بیداری برای شما از یک سری خواب‌آلوده ها صحبت کردم و دیدم که شما خیلی خوشحال شدید. انگاری که از پیام‌های بیداری زیاد خوشحال نمیشید، ولی از اونایی که راحت میگیرن میخوابن شما خیلی خوشتون میاد. گفتم امروز از یک گروه دیگه از این خواب‌آلوده براتون صحبت کنم که اینها هم پسر ول نمیکنه. بعضی از موبایلات نکنه شما ساعتتون مال حسین گفت استرالیاس فلان بهمان عقب جلو دارید. نه خوب شد، تموم شد دیگه. در هر حال اینه که امروز میخوام از این گروه خواب‌آلوده براتون صحبت بکنم که اون هم اتفاقاً تو یکی از مثلهای عیسی هستش و این مثل در زمانهایی در اون قسمت آخر زندگی مسیح در روی زمین میبینیم اتفاق میفته و صحبت اینجوری شروع میشه که مسیح و گروه شاگردانش دارن در معبدی که جناب هیرودیس داره با شکوه، حتی با شکوه‌تر از معبد سلیمان میخواد بنا کنه و هنوز تمام نشده، اینا دارن توش رد میشن، همینجوری دارن نگاه میکنن. یکی از شاگردان خیلی ذوق زده میشه، برمیگرده میگه ببین خداوندا نگاه کن چه سنگ هایی. و مسیح طبق معمول حالگیر، بهترین حالگیر دنیاست، همینجوری نگاه میکنه و بعد این سنگ‌ها رو میبینیم که آره میبینیم، میگه که حتی یکی رو هم دیگه قرار نخواهد گرفت. 2 سنگ رو نمیبینی رو هم باشه، همه از بین خواهند رفت. سال 70 میلادی این اتفاق افتاد. تیتوس رومی اومد و چنان اورشلیم رو از بین برده که 2 سنگ رو شما نمیدیدی که رو هم دیگه قرار گرفته باشه. ولی در هر حال وقتی که شاگردان اینو شنیدن برگشتن به مسیح گفتن ای خداوندا، پس اگر اینطوره در رابطه با بازگشتت برای ما صحبت کن، که بعد ادوارد دفعه گذشته براتون صحبت کرده بود در مورد بازگشت عیسی مسیح و صحبت از اینجا شروع شد که کی میایی. و جالب اینه که یکی از چیزایی که همیشه از ما سوال میکنن اینه که مسیح وقتی گفت آقا از اون روز و اون ساعت هیچ کس خبر نداره، حتی پسرم خبر نداره. خب این یه مقدار عجیب میشه دیگه، نیست؟ وقتی که در ابدیت اینها نشستند با هم دیگه، هر 3 شخص خدای واحد با هم نشستن، نقشه نجات رو چیدن، مسیح تو این کار میکنی، روح تو این کار میکنی، منم این کار میکنم، مسیح میگه خبر نداره. یادتون باشه مسیح زمانی که در روی زمین بود 2 طبیعت داشت که هر دو با هم در وجود او بودن، طبیعت الهی، طبیعت انسانی. برای همینم واسطه درستی بود بین ما و خدا. اینو ما تجربهش رو نداریم که چطور 2 طبیعت الهی و انسانی با هم در یک شخص باشن، ولی وقتی که به مسیح نگاه میکنیم میبینیم مسیح ارادی، آزادانه بین این طبیعت ها سویچ میکرد. بعضی وقتا در طبیعت الهی خودش عمل میکرد، از قلب ها آگاه بود، از فکرها آگاه بود، قشنگ میدونست داره چی میگذره. بعضی وقتا در طبیعت انسانی عمل میکرد، مثل من و شما. بعضی وقتا به قوت الهی، در اون قدرت الهی خودش انجام معجزه میکرد. بعضی وقتا به قوت روح القدس این کار رو انجام میداد. بعضی وقتا هیچ قدرتی نداشت، گرسنه بود، خسته بود، خوابش میگرفت. تمامی اینها در وجود مسیح که دارای 2 طبیعت بود، مسیح ارادی بین اینها انگار سویچ میکرد. بنابراین اونجایی که مسیح برمیگرده میگه که از اون روز و از اون ساعت هیچ کس خبر نداره، مسیح سویچ کرده بود به بخش انسانی خودش. ولی چرا این کار میکنه؟ نگاه بکنید در اینجا، در این صحبتایی که داره الان میکنه در مورد زمانهای آخر، جوری صحبت میکنه که کاملا داره با جزئیاتش میگه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد قبل از اینکه او بیاد. پس خبر داره، پس داره در اون مسیحایی، در اون قدرت الهی خودش عمل میکنه. و برای اینکه شاگردان شیرفهم بشن که داستان چی به چی هستش، میاد و از 3 مثل استفاده میکنه که به اینها حالی کنه که زمانهای آخر به چه شکل خواهد بود. ولی این سوال که تو کی خواهی اومد
و زمان بازگشت تو کی خواهد بود، مسیح صورت مسئله رو عوض میکنه. مسیح برمیگرده با جوابی که به اونا میگه که شما فکر میکنید که سوال اصلیتون اینه که من کی برمیگردم؟ نه، این سوال اصلی نیست. سوال اصلی اینه که تا زمانی که من برگردم شما چجوری باید زندگی کنید. این اون سوالی که باید نگرانش باشید، نه اینکه من در چه تاریخی برمیگردم. آنچه که شما باید به فکرش باشید اینه که چطور زندگی بکنید تا اون موقعی که من دارم برمیگردم. و اینجاست که برمیگرده و یک مثل، اولین مثل رو به اونها میگه که امروز خیلی سریع پیش میرم اینو. یا آن زمان پادشاهی آسمان مانند 10 باکره خواهد بود. پارتنویس. این باکره، علت این گفته میشه باکره، پارتنویس در یونانی دختر جوان ازدواج نکرده است، خواهر عروسا، که همین لغت برای مریم هم به کار میره. و یک عده از این چه میگن ملا لغتی هایی که یه خورده زبان یونانی بلدن برمیگردن میگن آقا نه، مریم باکره نبود فلان. نه، این لغت پارتنویس درسته که به دختر جوان داره اشاره میکنه، ولی همیشه میبایست باکره میبود. حالا در این عروسی 10 باکره، 10 خواهر عروس، دختران باکره ازدواج نکرده که چراغ‌های خود را برداشتند و به پیشواز داماد بیرون رفتند. 5 نفر از آنان نادان و 5 نفر دیگر دانا بودند. وقتی نادانان چراغ‌های خود را برداشتند با خود روغن برنداشتند، ولی دانایان ظروف خود را با چراغ‌های خود برداشتند. چون داماد تأخیر کرد همه آنان را خواب گرفت و خوابیدند. اما در نیمه شب صدای بلندی شنیده شد که میگفت داماد میآید، به پیشوازش بروید. آنگاه همه باکره ها برخاستند و چراغ‌های خود را آماده کردند و نادانان به دانایان گفتند کمی از روغنتان به ما بدهید، زیرا چراغ‌هایمان خاموش میشوند. اما دانایان جواب داده گفتند از آنجا که برای ما و شما کافی نخواهد بود، به نزد فرشتگان بروید و برای خود بخرید. و هنگامی که آنان برای خرید میرفتند داماد آمد و آنانی که آماده بودند با او به جشن عروسی وارد شدند و در بسته شد. پس از آن باکره های دیگر نیز آمده گفتند ای آقا در را برایمان باز کن. اما او جواب داد حقیقتا به شما میگویم که شما را نمیشناسم. پس بیدار باشید، چون نه آن روز را میدانید و نه آن ساعت را. ترجمه‌ای که خوندم از ترجمه جدیده که کاملا همخوانی داره با یونانی. قبل از اینکه برم جلو میخوام یه نکته مهم رو در درک هر متن از کلام خدا بهتون بگم، برای اینکه اگر این مطلب رو درک نکنید آنچه که کلام خدا میگه اونو به درستی درک نخواهید کرد. سوالی که باید از خودتون بکنید اینه: کتابی که الان از کتاب مقدس دارم میخونم از نظر سبک ادبی چه سبکیه؟ کتابی که دارم میخونم از نظر سبک ادبی چه سبکیه؟ در کتاب مقدس کتاب ها تمام نشد، ای کاش میمدن یه بوم مینداختن راحت میشد، اینا ول نمیکنه. در کتاب مقدس سبک‌های ادبی مختلف وجود داره. سبک روایتی هست مثل داستان، سبک قانونی هست مثل شریعت، سبک تاریخی هست همونطور که از یوشع به بعد داره گفته میشه، سبک شعری هست، سبک حکمتی هست، سبک نبوتی هست، میرسیم به اناجیل، سبک بایوگرافی هست، رسالات سبک رساله‌ایه و در انتها هم میرسیم به آخرین کتاب مقدس که مکاشفه هستش که سبک وحیه. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه در بطن این سبک روایتی انجیل متی فصول 24 و 25 در اونجا به سبک وحی نوشته شده، آخر و زمانی نوشته شده. چرا دانستن این مطلب مهمه؟
دانستنش برای این مهمه که در سبک وحی از نماد خیلی استفاده میشه، از استعاره خیلی استفاده میشه، از مثل خیلی استفاده میشه و برای درک درست متن لازمه که این نمادها مفهوم باشه که چی هست چی نیست و اگر اینها به درستی تشخیص داده نشه اون وقت یه سری فیلم ها ساخته میشه که فیلم های هالیوودیه، هیچ ربطی به اصل قضیه نداره. اگر نگاه بکنید به هالیوود بر اساس کتاب مکاشفه همینطور داره روی آیات مختلف چیکار میکنه، فیلم میسازه، ولی چون نمادها رو درست تشخیص نداده متاسفانه تفاسیر غلط داره میده. من حالا خوشبختانه یا متاسفانه یه وظیفه دیگه هم به گردن من افتاده از طرف شبان سلگروپمون که کتاب مکاشفه رو از 2 هفته دیگه باید در سلگروپمون شروع نشسته اونجا خواهر منصوره، اینه که از 2 هفته دیگه تازه میخوایم در مورد کتاب مکاشفه بریم جلو که ببینیم چی به چی هستش. این نمادها لازم هستش که به شکل درست تفسیر بشن، ولی آنچه که در این کلام در این مسئله مسیح میگه آخرین آیه این مسئله، یعنی آیه 13 میگه که آقا بیدار باشید برای اینکه خبر ندارید آن روز کیه و خبر ندارید آن ساعت کیه. حالا فهمیدید چرا مسیح تاریخ نداد؟ برای اینکه اگر تاریخ میداد اون موقع ما با خیال راحت میشستیم و درست 2 دقیقه مونده که این شیپور رو بزنن همون توبه میکردیم. ولی مسیح اینو نمیخواد. مسیح یک کاری رو وقتی که رفت بالا یک کاری رو به شاگردان، یک کاری رو به کلیسا سپرد که لازمه اون کار رو تموم بکنه و کار کردن آن چیزی که مسیح نیمه کاره ول کرد و انداخت کردن ما که ما تمومش کنیم با همین نمیدونم یه توبه شخصی اینا نیستش، بلکه احتیاج به این داره که ما چگونه زندگی کردنمون رو مشخص کنیم، هویتمون رو مشخص کنیم که چی هستش. 3 نکته مهم رو در این مسئله دیدید. در این مهمونیه همه دعوت دارند ولی انگاری که همه آماده نیستند، برای اینکه وقتی که داماد اومد جشن شروع شد یه عده آماده بودن باش وارد جشن شدن ولی یه عده آماده نبودن. دومین مطلب که باید نگاه کنید بهش اینه که وقتی که اون 10 تا باکره اونجا، اون 10 تا خواهر عروس اونجا بودن، همه چراغ داشتن، همه‌شون چراغاشون روشن بود، ولی وقتی که در اون نقطه اصلی در اون زمان درست خودش میبایستش که چراغاشون روشن باشه، چراغ 5 تاشون قشنگ روشن بود و چراغ 5 تا دیگه پت پت میکرد. داشت چیکار میگه؟ خاموش داشت میشد. بنابراین آنچه که داره این مثل به ما میگه اینه که ظاهر مسیحی ما، این پف و پوفای مسیحی ما الان در این زمانهای خوشخوشان ما همچنان برای خداوند مهم نیست. مهم اینه که در اون زمان درستش که در زندگی همه ما این زمانهای درست وجود داره، لازمه که چگونه زندگی کردنمون رو مشخص کنیم، لازم هستش که چراغمون روشن باشه، چراغمون روغن داشته باشه. و یک چیز خیلی خطرناکی هم در اینجا ما دیدیم، اینکه فرصتی که هست همیشگی نیست. زمانی میرسه که داماد میاد، میرن تو عروسی و در بسته میشه. دیدید که اومدن تق 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 تق، ای آقا برای ما باز کن، برای ما باز کن. میگه برید، اصلا شما را هیچ وقت نشناختم، برید پی کارتون. پس چی شد؟ نجات ابدی ما با به مسیح ایمان بیاریم نجات پیدا خواهیم کرد، در وسط بهشت خواهیم بود. بر اساس این مثل کور خوندیم انگاری، از این خبرها نیستش. چرا؟ برای اینکه در اون وضعیتی که مسیح داماد انتظار داره که ماها باشیم، در اون وضعیت نبودیم.
چیز خطرناک این بود. اول باید زمینه فرهنگی قضیه رو درک کنیم. زمینه فرهنگیش برای ما آشناست، چون که اگر شما مثل من دهاتی نبودم ولی فروتنی میکنم میگم دهاتیم، اگر شما هم مثل ما بودید میدونستید که عروسی اغلب زمان ما اون موقع که تو اردبیل بودیم تو شب بود. داماد میرفت کلی تاکسی ماکسی رو اگر پول داشت کرایه میداد و این تاکسی من بوق میزدن شب میبردن عروس رو میبردن. در فرهنگ یهودی هم همین بود. عروسی شب اتفاق میافتاد و داماد میومد که عروس رو چکار کنه، ور داره ببره. معمولا داماد با دوستای خودش میومد و عروس هم در منزل چی بود؟ منتظر میموند با همین باکرها، با همین دوستای خودش. این باکره ها، این پارتنویسا باید رسمی بود با چراغ روشن اونجا وامیستادن و منتظر میشدن که داماد بیاد با چراغ روشن. ولی همشون آماده نبودند و اگر کسی آماده نمی بود میمون پشت در، نمیتونست وارد بشه. اون چه که مسیح داره در اینجا میگه، مسیح یه مسئله، یک چیزی رو که آشناست ورداشته، یک صحنه‌ای رو که آشناست ورداشته و داره برای این که اونا رو حالی کنه که داستان چیه، داره اون رو میذاره جلوی چش اینها و داره مطرح میکنه که ببینید من، حالا خودشو به داماد، بعداً در مکاشفه میبینیم که کلیسا به عروس تشبیه میشه، مسیح به داماد. حالا این مسیح، این داماد وارد میشه به عروسیش، اومده که عروسشو ببره، اومده که کلیسا رو ورداره با خودش ببره و حالا کلیسا رو داره نگاه میکنه. همه در کلیسا آماده نیستند. همه در کلیسا آماده نیستند. یک عده چراغ دارند با روغن، یک عده چراغ دارند ولی روغنی که داشتن تموم شده و روغن اضافه وجود نداره. چه شخصیت هایی داره در این مسئله مطرح میشه؟ 10 باکره، 5 تاشون دانان، 5 تاشون نادانن. داناها چراغ داشتن، روغن هم داشتن. داناها فکر کرده بودند که ممکنه داماد تأخیر کنه، ممکنه داماد تأخیر کنه، برای همینم با خودشون روغن داشتن. اگر نگاه کنید به حرفای مسیح که وقتی که میگه من برمیگردم، اونقدر در مورد برگشتنش که عنقریب خواهد بود، بلافاصله خواهد بود، که مؤمنین قرن اول یه عده‌شون از جمله اونایی که تو تسالونیکی بودن فکر میکردن که اصلا مسیح در همین زمانی که ما هنوز زنده هستیم برمیگردن. اصلا یه عده از این تسالونیکی‌ها رفته بودن بالای کوه با لباس سفید وایستاده بودن، منتظر بودن که خداوند برگرده. نه کار میکردن نه هیچی، گرسنه و تشنه اون بالا بودن. بقیه تسالونیکی‌ها میرفتن به اینا غذا میبردن. برای همین پولس در نامش میگه بابا این چه وضعشه، هر کسی کار نکند نان نخورد، کار زندگیتون رو ول کردید رفتید بالای کوه منتظر مسیح هستید که برگرده. اینجوری هم نیستش که آنم برمیگرده. ولی مسیح جوری صحبت میکرد که آقا جان شما فکر کنید که من نیم ساعت دیگه برمیگردم. گفتن یه دونه شیپور میزنن، زنگ میزنن ساعت 3. دیدید چقدر همه ما همجور منتظر بودیم که زنگ بزنن؟ خب مسیح همین جوری میگه فکر کنید در مورد بازگشت من. این خیلی مهمه که ما چجوری داریم زندگی میکنیم و چجوری داریم بازگشت خداوندمون رو انتظار میکشیم. این باکره های دانا فکر کرده بودن که ممکنه داماد تأخیر کنه. اگه تأخیر کنه چه باید بکنیم؟ کاری نداره، روغن اضافه با خودمون ور میداریم میبریم. مسیح در این شخصیت سازی داره مؤمنینی رو به تصویر میکشه که اینها بیدارند از لحاظ فکری. اینها دارن فکر میکنن به این که چه باید بکنن، به چه شکل زندگیشون رو تطبیق بدن. رابطهشون با روح القدس رابطه تر و تازه‌ای. یادتون باشه ما در اینجا چراغ داریم و در اینجا روغن داریم. چراغ نماد آن ایمان ماست، روغن روح القدسه. ایمان ما
باید از طریق روح خدا، روح القدس، دائم باید نور خودش رو بیفشانه. آنچه که مسیح برای کلیساش و اینکه چطور باید زندگی کنه در نظر داره اینه که کلیسا دائم در پری این روح القدس آن ایمان خودش رو به دنیا، نور خودش رو به دنیا بتابونه تا دنیا از اون طریق در نور غرق بشه، دنیا نورانی بشه. اینجا مسیح داره ایماندارهایی رو مطرح میکنه که اینها با این تفکر زندگی میکنند. اینها میدونن که آقا من باید زندگیم در پری روح القدس باشه و ایمان من دائم باید در این پری روشن و درخشان باشه. این آن مؤمنینی هستش که مسیح در این مثل مطرح میکنه اینا داناها هستند. ولی یه شخصیت‌های دیگه هم داریم، اونم 5 باکره نادانه، چراغ رو دارن اما روغن رو ندارن. اولش که اومده بودن چراغشون روشن بود. اینها فکر نکرده بودن در رابطه با اینکه اگر داماد دیر کنه ما چه کار باید بکنیم. اینها به شکل موقتی برای خودشون روغن آورده بودن. شاید در همون ابتدای به اصطلاح انتظارشون برای داماد روغن داشتن، چراغشون روشن بود، ولی وقتی روغن تموم شد پت 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 در طول زمان چراغشون میبینم خاموش میشه و وقتی که داماد میاد دیگه دیره، چراغشون خاموشه. و این تصویر مسیحیایی هستش که فقط به ظاهر اکتفا میکنند. آقا مسیحی هستیم. این افرادی که هفته بعد میخوایم تعمید بگیریم آیا میدونن که در چه مسیری دارن قدم میخوام بذارن؟ چه تعهدی رو دارن به عهده میگیرن؟ اینو متحد میشن که من از این لحظه به بعد با این ایمانی که دارم و با این قدم اطاعت که دارم در این تعمید برمیدارم، از این به بعد من متحد هستم که دائم در پری روح القدس ایمان خودم رو زندگی بکنم در مقابل دنیایی که در تاریکی غرقه. داستان به این شکله. و الا من الان تعمید میگیرم اومدم بیرون، آقا من مسیحی هستم، برادر ادواردم یه چیز امضا کنه تعمیدنامه بهتون بده، تموم شد دیگه، بچرخیم. نه، این اون چیزی نیستش که مسیح داره میگه. این اتفاقا ما رو قرار میده در اون نادانان که مسیح میگه که برید دور شید، هیچ وقت شما رو نشناختم. من بارها میگم بعضی از مردم فکر میکنن مسیحیت راحته. مسیحیت راحت نیست. مسیحیت داشتن رابطه زنده دو طرفه با خدا از طریق پری روح القدسه و این اون چیزیه که خدا از من و شما میطلبه، نه اینکه ما اختیارشو داشته باشیم یا نباید میومدیم و فیض رو از خداوند میگرفتیم، یا اینکه اگر گرفته این باید مسئول باش برخورد بکنیم. این انتظار خداونده، وگرنه چیزی که در انتظار ما خواهد بود اینه برید، هیچ وقت شما را نشناختم، پشت در خواهیم بود. آقا باز کن باز کن باز کن باز کن. این اراده خدا برای کلیساش نیست. نادانان افرادی هستند که نام مسیحی رو دارند، حتی فعالیت کلیسایی رو دارند، حتی من اینجا میام موعظه میکنن، هارتورت میکنن، فلان میکنن، ولی روح خدا در زندگیشون نیست. اینا ظاهر پف و پوف عالی، صورت دینداری سر جای خودش، ولی قدرت دینداری درش وجود نداره، برای اینکه اون نیاز داره به روغن، نیاز داره به روح القدس. ایمان فقط در کلماتش نیست، ایمان در نحوه زندگی کردن ماست. ایمان در اون ارزش‌هایی هستش که ما در زندگی اونها رو والا میگیریم. این نادانان نماینده اون ایماندارانی هستن که میشنون و بعد میگن حالا بعداً آماده میشیم، حالا بعداً آماده میشیم، حالا بعداً آماده میشیم.
اون باکره نادان دانا، 5 باکره دانا خیالشون تخت بود، گرفتن خوابیدن، برای اینکه میدونستن که حتی در حال خواب بیدارن، برای اینکه روغن دارن با خودشون. اون یکی هم گرفتن خوابیدن نادانا، به جای خوابیدن ای کاش بلند میشدن میرفتن و روغن میگرفتن واسه خودشون، ولی گرفتن خوابیدن. عزیزان، مسیحیت به ظاهرش نیست. مسیحیت برخورد باهاش مثل یک دین که قبلا اسلام بود الان مسیحی و اینا نیست. زندگی ما انسان ها اونقدر در مشکلات غرق هستش که ما احتیاج به قدرت الهی داریم که بتونیم در بطن این مشکلات زندگی بکنیم، در بطنش زندگی بکنیم، باهاش روبرو بشیم. با انشالله ها قضیه درست نمیشه، مشکلات از میان برداشته نمیشه، سرطان ها از میان مردم نمیره کنار، بی شغلی ها، بی مسکنی ها، نمیدونم ابیوز های خانوادگی، افسردگی ها، اینا کنار نمیرن. اینا واقعیت های زندگی انسان هستند و کلیسا خوانده شدگیش در این هستش که در پره روح خدا بیاد و برای این دنیای غرق در مشکل جواب باشه. ولی ما جواب نیستیم که، ما خودمون سوالیم. باور کنید زندگی ما رو نگاه کنید، مردم با توقع دارن به ما نگاه میکنن. اینا اون افرادی هستن که باید قدرت داشته باشن، ولی چقدر شده شنیدیم آقا شما میرید بهش، شما نجات دارید. بله، من نمیخوام مثل شما بشم. به چه دلیل باید افراد بیان به کلیسا؟ صرفا ما میگیم مسیح نجات میده؟ این خدا رو شکر الان وضعیتی هستش که به خاطر پناهندگی مردم میان کلیسا. اشکال نداره. در زمان مسیح هم هیچ کس عاشق چش ابروی مسیح نبود. هر کسی برای احتیاجی می اومد. یکی چشش کور بود، یکی چلاق بود، یکی نمیدونم فلان بود. همه برای احتیاجی می اومدن. ولی جالب ترین چیز در مورد خدا میدونید چیه؟ خدا انسان رو در نقطه ملاقاتش، در نقطه احتیاجش ملاقات میکنه. خدا انسان رو در نقطه احتیاج ملاقات میکنه. من و شما هم در نقطه احتیاجمون ملاقات کرد. بنابراین خدا رو شکر، اشکال نداره که شما برای این که در پناهندگیتون کمک بگیرید میایید کلیسا. ولی من به شما خیانت میکنم اگر آن مسیح درست رو و آن زندگی درست رو و آن قدرتی رو که در سکونت روح القدس در شما هست باید باشه، اونو بهتون نگم و شما رو کمک نکنم که اون رو داشته باشید. شما نباید بسنده کنید. به هر علتی که اومدید کلیسای ما، شما باید بگید من پری روح القدس رو میخوام. من میخوام وقتی که چشم بالا میکنم و در نام عیسی مسیح دعا میکنم، قدرت آسمان حرکت کنه در راستای دعای من. من میخوام افکار خدا رو بدونم. من میخوام در راستای اراده خدا برای زندگی خودم و دیگران زندگی کنم. من میخوام زندگی داشته باشم که از همین الان در ملکوت خداست. اگر کمتر از این رو بهش اومدید و یا نمیخواید، دوست عزیز من، دارید با آتش بازی میکنید. با مسیحیت نمیشه اینجوری برخورد کرد، و الا شما رو نمیشناسم. و برای بقیه ما که سالیان سال در کلیسا هستیم، شاید یک زمانی خداوند در زندگی ما به شکل قوی کار میکرد، ولی الان چی؟ هنوز روغن داریم؟ آیا ایمان ما در اون روغن هست؟ یا فکر میکنم من رشد کردم دیگه در مسیحیت، چرا؟ برای اینکه 4 تا آیه حفظی بلدم، همین. این مسیحیت نیست. این یک مسیحیت پوشالی چاخانه که شایسته کلیسای خدا هم نیست.
اینو هم به خودم میگم هم به شما میگم. پس چیکار باید بکنیم؟ دیسیپلین فیض. باید سریع بگم، تو 3 دقیقه بهتون میگم چطور میتونیم آنطور که مسیح از ما انتظار داره زندگی کنیم. باید از روح القدس پر بشیم و پر باقی بمانیم. این نظر من نیست، این حرف عیسی مسیحه. در شام آخر از فصل 14 تا 16 مسیح فقط در رابطه با همین صحبت کرد و فصل 17 هم دعایی بود که فقط از این طریق میتونه اون دعا تو زندگی من و شما انجام بشه. چطور از روح القدس پر بشیم؟ پر شدن از روح القدس دنگ و فنگ نداره، خیلی راحته. افکارمون رو از عهد عتیق برداریم بیاریم تو عهد جدید. مسیح گفت زمانی که ما ایمان بیاریم روح القدس در شما ساکن میشه و از بطنهای شما نهرهای آب زنده جاری میشه. به زن سامری گفت، در چند جای دیگر هم همینو گفت. اگر ما به شکل درست توبه بکنیم، یعنی چی به شکل درست توبه بکنیم؟ یعنی این که عیسی مسیح رو همونطور که کلام میگه بپذیریم، نه اونطور که خودمون دلمون میخواد. کلام در مورد عیسی مسیح میگه او شخص دوم از تثلیث خداست. او خداست که انسان شد، پسر یگانه، اومد به میان ما، بی گناه زندگی کرد، به خاطر گناهان من و شما رفت روی صلیب، تاوان گناهان من و شما رو داد، مرد، دفن شد، روز سوم قیام کرد و یه روزی برای بردن کلیساش برمیگرده. ولی تا آن روز از من و شما انتظار داره که در پری روح القدس آنطور که او میخواد زندگی کنیم. این اون چیزی هستش که توبه درسته. افرادی که میخواید تعمید بگیرید به یاد بیارید و به خاطر بسپارید که دارید چه اعترافی رو میکنید. آی من چطور بفهمم که عیسی مسیح شخص دوم از تثلیث خداست؟ نمیخواد بفهمی. وقتی که مریضی و میری دکتر و دکتر بهت یه قرص میده، تو میشینی آیا این قرص درسته؟ من از کجا بفهمم این قرص فلانه؟ نه، آن انور طلاق میخوری. خوب شدیم که عجب دکتری بود، خوب نشدیم که بشکنه دستی که دکتری تو رو. اینه دیگه، ما نتیجه رو نگاه میکنیم. نتیجه چیه؟ عیسی مسیح پسر خدا فلان 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 فلان، ولی نتیجهش اینه وقتی که من به اون ایمان میارم از گناه و بردگی گناه آزاد میشم. اگر به شکل درست ایمان بیارم، سنگ مفت گنجشک مفت. و این تجربه آغازینه. وقتی که ما به این شکل ایمان میاریم و خدا رو با اون چیز شرایطی که خودش میگه میپذیریم، عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و منجیمون میپذیریم، اعجاز اینجاست، روح القدس در ما ساکنه. ساکن میشه، تولد تازه، ولی پری وجود نداره. وقتی که ما در حضور خدا هستیم، اون موقع روح القدس شروع میکنه کار کردن. مثل یه چاه آرتزیان اینجاست ولی روش بسته است. باید این بندها باز بشه. شروع میکنیم دعا کردن و اون وقت شروع میشه آن گناهانی که در زندگی ما هست. روح القدس انگوش میذاره، میگه تو نمیتونی مسکن روح خدا باشی اگر این گناه تو زندگیته. چیکار کنم؟ اعتراف کن. وقتی که اونو اعتراف میکنیم، هاللویا، یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه، همینطور وقتی که اعتراف میکنیم همه اینا بندها و بعد روح خدا میاد، پر داریم پر میشیم، روح خدا میاد، به جای میرسیم چیزی یادمون نیست، روح القدس خواهش میکنم کمکم کن، و روح القدس یه چیزایی رو که از یادمون رفته به یاد ما میاره. خیلی از مواقع من دیدم که روح القدس میاد اون بسته‌بندی های گوشه رو میخواد باز بکنه، اون بسته‌بندی هایی که گذاشتیم که حتی چشمون هم نبینه، اسمش از تروما هایی که تو بچگی اتفاق، تروما هایی که تو زندگی من، زخم هایی که دائم خوردیم، کتک هایی که از
کمک هایی که از شوهرمون خوردیم، بد و بیره هایی که از همسر از در و دیوار این ور شنیدیم، حتی از دولت و حکومت جمهوری، همه اینها رو اونقدر سنگین بوده که گذاشتیم یه گوشه، حتی نمیخوایم به یادمون بیاریم. روح القدس میگه نه، من میخوام اتفاقا اونا رو به یادت بیارم، میخوام روشون رو باز کنم، میخوام تو اونا رو ببینیم، میخوام اونها رو شفاش بدن، اونها رو. و وقتی که اونها از زندگیتون میره بیرون، یهو میبینید که در روح خدا غرقید. یهو میبینید پر از روح خدا هست. این تجربه هیجانی احساسی فقط نیست، بلکه در اون حالت شما در اقتدار روح خدا قرار دارید، مثل ابزار عدالت در دست خدا. و اونجاست که شما از روح القدس پر هستید. ما در حلقه شاگردانی که داریم هر روز داریم این کار میکنیم آگاهانه. صبح این کار ماست. قبل از اینکه بزنیم بیرون در یک چنین پوری خودمون رو قرار میدیم، میزنیم بیرون و همه ما 4 ساعت به 4 ساعت خودمون رو میکشیم کنار از بقیه، میریم یه گوشه‌ای و میشینیم دعا کردن. آیا هنوز در اون پوری که صبح بودم هستم؟ چه چیزهایی باعث شد که این پوری لولش بیاد پایین؟ آنن اگر اعتراف هست اعتراف، اگر توبه هست توبه، اگر هیچ کدوم اینا نیست شکرگزاری، دوباره در اون پوری دوباره میریم به دنیا و در هر لحظه در زندگی روزانه‌مون میدونیم که در اقتدار قوت خدا هستیم. دیسیپلین اینه، دیسیپلین فیض برای خودش دیسیپلین داره. بنابراین دارم بهتون میگم اگر مسلمون بودیم خیلی راحت بود، صبح بلند میشدی نماز میخوندی بدون که اصلا بفهمی چی داره میگی، 5 روز میخوندی، 5 بار در روز میخوندی، تموم میشد میرفت. در مسیحیت این نیست. در مسیحیت زندگی کردن در پوری خداست. اراده خدا اینه برای شما که در روح خدا، در پوری روح خدا شما زندگی بکنید. این اون چیزی که خدا برای ما میخواد. همینطور مطالعه و تأمل در کلام خدا، سکوت کردن. فقط این نیستش که من هی به خداوند بگم، گوشمو باز کنم خداوند به من چی داره میگه. اینجا که نشستید باید حتما از خداوند پیام داشته باشید. الان زن و شوهرها شما میدونید در حین روز چقدر مخ همدیگه رو خوردید، به همدیگه حرف زدید، چقدر شما مخ خدا رو خوردید، چقدر خدا مخ شما رو خورده. باید اینا رو داشته باشید برای اینکه رابطه دو طرفه اینه. سکوت کنیم و اجازه بدیم خدا حرف بزنه. با ایماندارایی که بیدار هستند با اونها در رابطه باشیم. حلقه دوستان خودمون رو نگاه کنیم. با چه کسانی اخت و بخت میکنیم؟ با ایمانداران بیدار یا یغناقایی که توش مثلا اون که دیگه قدیمی شد، حالا یه آهنگ دیگه. حلقه دوستای ما کیا هستن؟ نظم روحانی اینا روش‌های عملیه. این که من نجات رو دارم، خدا محبته، اینا حرفای توخالیه. اینا مال اون باکرهای نادانه. خدا از من و شما انتظار داره مسئولانه برخورد کنیم. بنابراین خدا میگه به تو مربوط نیست من کی برمیگردم. آنچه که به تو مربوطه اینه تا زمان برگشت من چطور باید زندگی کنی. اینجوری باید زندگی کنی، پر از روح خدا در هر لحظه و هر ساعتش. چراغدانت باید از روغن پر باشه، وگرنه وقتی برگردم تو را نمیشناسم. میدونی چرا دعاها جواب پیدا نمیکنه؟ برای اینکه حتی خداوند برنگشته روغنمون تمومه، چراغمون خاموش. برای اینه. ولی خداوند عوض نشده عزیزان. بنابراین وقتمون رو با کلیسا بازی تلف نکنیم. واقعا وقتمون رو با کلیسا شکوندم
وقتمون رو با کلیسا بازی تلف نکنیم. یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا مسیحی پر از روح القدس که در اقتدار الهی داره زندگی میکنه، در پری روح القدس آگاهانه و هوشیارانه، یا اینکه در دنیا اونقدر چیزهای مختلف هستش که میتونیم باش مشغول بشیم تا اینکه بیایم اینجا بشینیم. مسیحیت جدیه، اینقدر جدی بود که پسر یگانه خدا در بالای صلیب به اون شکل مصلوب شد. مسیحیت تا این حد جدیه، برای خدا تا این حد جدیه، برای من و شما هم باید به این شکل باشه، وگرنه این پری روح القدس در ما نباشه عزیزان، نه میتونیم صلیب خودمون رو برداریم، نه میتونیم خودمون رو انکار کنیم، نه میتونیم دنبال او بیایم. سرپا بیستیم. من اون چیزی که در دلم بود خدمت شما گفتم. این که شما چی کار میکنید اون دیگه دست خودتونه، دست من نیستش. ولی دعای من اینه که حقیقتاً وقتی که مسیح برگرده در وضعیتی باشیم که بتونیم باهاش وارد این جشن بشیم. در حینی که این سرود رو میخونیم به خودتون فکر کنید، آیا چراغتون روغن داره؟ آیا اصلا چراغی وجود داره؟ اینها حقایقیه که کلام خدا ما رو در مقابلش قرار میده. ای خدا